اگه از هوش مصنوعی استفاده می‌کنی برای یادگیری زبان، امروز میخوام متقاعدت کنم که دیگه این کارو نکنی یا حداقل استفاده‌تو کمتر کنی یا تغییر بدی. درسته که ما از هوش مصنوعی میتونیم به عنوان یک ابزار برای یادگیری زبان استفاده کنیم، ولی هیچ وقت نباید جایگزین روش‌های دیگه بشه. درسته که هوش مصنوعی داره هر سال بهتر و بهتر میشه، جای خیلی از شغل‌ها رو قراره بگیره و سطح اطلاعات عمومی مردم احتمالاً خیلی قرار بالاتر بره. با اینکه این چیزایی که میگم درسته، همزمان استفاده بیش از حد از هوش مصنوعی همونطوری که میتونی حدس بزنی قدرت ذهنی تو رو میاره پایین. خب این خیلی راحته که من اپ چت جی پی تی یا هر هوش مصنوعی دیگه رو باز کنم و دکمه تماس مستقیم رو باهاش بزنم و شروع کنم باهاش حرف زدن و زنده با من حرف میزنه و جوابم میده. حتی که چیزی که دارم بهش میگم اشتباه هم باشه، جوابم رو بازم بهم میده. و یه دلیلی وجود داره که تو وقتی که با هوش مصنوعی حرف میزنی استرس خاصی نداری برای اینکه اشتباه کنی، چون شرایط واقعی نیستش و چون با تکرار مرتب بهت یاد داده که اوکی که اشتباه کنی، اوکی که اشتباه باش حرف بزنی، اون میفهمه چی داری میگی و تو نمیتونی شبیه سازی کنی شرایط واقعی رو با هوش مصنوعی و به خاطر همین تو از نقطه امن خودت هیچ وقت نمیای بیرون. هوش مصنوعی قضاوتت نمیکنه، اخم و تخم نداره، شادی و این چیزا نداره، صرفا یه برنامه کامپیوتری که تو ازش یه سری جواب دریافت میکنی و این مشکل بزرگیه دیگه. نه اگه بهش درست فکر کنی تو نمیتونی بفهمی چیزی که گفتی واقعا چه تأثیری روی مخاطبت گذاشت. عصبانیش کرد، ناراحتش کرد، خوشحالش کرد، هدفش رو انجام داد یا نه؟ چیزی که گفتی اون هدفی که میخواست رو انجام داد یا نه؟ گرامر تا چه حد درست بود؟ طرف فهمید چی داری میگی؟ تو با هوش مصنوعی دست با شکسته حرف بزنی میفهمه چی داری میگی، ولی آیا میتونی همچین انتظاری رو از یک انسان داشته باشی؟ تو فقط وقتی یه چیزی رو یاد میگیری که از نقطه امنت بیای بیرون، اون استرس واقعی رو حس کنی، بچشیش. و زندگی واقعی استرس داره و تو این استرس رو باید تجربه کنی. وقتی تو با یک انسان انگلیسی یاد میگیری یا باهاش تمرین میکنی، اون استرس واقعی رو حس میکنی، اون نتیجه که دنبالش هستی از صحبتات رو میگیری، حتی اگه چیزی که میگی نامفهوم باشه. بهترین چیزی که میتونی دریافت کنی از اینکه حرفی که داری میزنی به یه نفر نامفهومه اینی که حرف من نامفهوم بود، باید برم حرفمو درست کنم که حرف بعدیم نامفهوم نباشه. مجبور میشی توجه کنی، مجبور میشی به تلفظ توجه کنی، به ریتمت، به گرامرت، به لغتایی که استفاده میکنی، به لحن بیانت، به لهجت، به همه اینا مجبور میشی توجه کنی و هوش مصنوعی اینا رو ازت نمیخواد. هوش مصنوعی هیچ انتظاری ازت نداره که تو اینا رو بری روش کار کنی و بهترشون کنی. اینجوریه که انسان واقعی به کار تو میاد و این مهمترین دلیلیه که من برای تو دارم که فقط به هوش مصنوعی تکیه نکنی برای یادگیری زبان. درسته ابزار خوبیه، ولی این نکته رو هم باید بهش دقت کنی دیگه. میدونی یک مشکل دیگه ای که هوش مصنوعی داره اینی که انگلیسی رو خیلی به تو کتابی و بچگونه یاد میده. میدونی منظورم دقیقاً چه نوع انگلیسیه؟ این تد تاک ها رو توی یوتیوب دیدین از آدمایی که از کشورهای جهان سوم مهاجرت میکنن به کشورهای مثل اروپا و آمریکا، مثلا از هند و پاکستان و چین پا میشن میان آمریکا و اروپا و کانادا، بعد شروع میکنن تد تاک میدن. دقت کردین وقتی دارن حرف میزنن خیلی آکادمیک حرف میزنن، خیلی سعی میکنن کامل حرف بزنن، خیلی کلمه های دقیق و درست استفاده کنن و اینا همش اوکیه، ولی خب خیلی مصنوعیه، خیلی کتابیه، انگار ربات داره حرف میزنه، انگار که همه چی راجع به خودش رو فراموش کرده و داره سعی میکنه یک انگلیسی زبان خیلی پرفکت از آب در بیاد. و به نظر من هوش مصنوعی در ذاتش همیشه سعی میکنه که این انگلیسی رو به تو یاد بده. حالا دلیل اینکه این کارو میکنه احتمالاً به سازنده هاش ربط داره و نسلی که دارن تربیت میکنن از انسانا. این انگلیسی که توی بازم میگم بد نیست، خیلی چیز خوبیه که تو بلد باشی، ولی از یه حدی بیشتر ازش استفاده کنی خیلی مصنوعی میشی و آدم دیگه از حرف زدن با تو لذت نمیبرن. تو واقعا شبیه ربات میشی و شخصیت خودت اصلا نمایان نمیشه با انگلیسی کتابی. و به نظر من انسان معمولا از حرف زدن با ربات خوششون نمیاد، مگه اینکه حالا مشکل داشته باشن و اینا. انسان‌ها در ذاتشون ناکامل هستن و این بخشی از انسان بودنه که بعضی از کلمه‌هایی که داری استفاده می‌کنی سر جاش نباشن، بعضی از کلمه‌ها ساده باشن، ریتمت این ور اون ور بشه، یه ذره لحنت این ور اون ور بشه. همه اینا ویژگی‌های انسانی بودن تو، اینا همه ویژگی‌های ناکامل بودن توئه و انسان‌ها با دیدن ناکاملی‌های یک انسان دیگه است که میتونن بفهمن اونم انسانه و میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. و این قضیه هر سال که میریم جلوتر قرار مهمتر هم بشه این ناکاملیه، چون اینترنت محتواش قراره پر از محتوای هوش مصنوعی بشه، آدمایی که باشون حرف میزنیم خیلیاشون ربات قرار عذاب در بیان و انسان‌ها قرار تشنه بشن برای پیدا کردن این ناکاملیه. ما به اون ایمپرفکشن نیاز داریم برای تعامل. به هر حال
هم نوعمون ایمپرفکته. یه سری چیزای دیگه هم هستش راجع به زبان توی هوش مصنوعی که میتونم راجبش حرف بزنم. مثلا میتونم راجع به ارتباط دست و مغز حرف بزنم. تو وقتی داری زبان یاد میگیری، یکی از کارهایی که خیلی به نفعته و میتونی انجام بدی اینه که با خودکار و با دستات کلمه ها و جمله‌هات رو بنویسی. این خیلی کمک میکنه به تو که دیکته کلمه ها یادت بمونه و تو وقتی که دیکته کلمه ها رو با دست مینویسی و وقتی که جمله ها رو با دست مینویسی، اون کلمه ها خیلی بیشتر یادت میمونن و اون کلمه ها خیلی در دسترس تر میمونن توی ذهنت وقتی که داری سعی میکنی یه چیزی رو بنویسی یا یه چیزی رو مثلا راجبش حرف بزنی. ولی خب تو یاد گرفتن با تایپ کردن و یادگیری با هوش مصنوعی تو این رابطه رو از دست میدی. حالا این سوال پیش میاد که خب از هوش مصنوعی برای چی استفاده کنیم که سود برامون داشته باشه در راه یادگیری زبان؟ چیزی که من پیشنهاد میکنم به عنوان استفاده از هوش مصنوعی برای یادگیری زبان اینه که مثلا میتونی بهش بگی که برام یه سری سوال طرح کن، من جوابشون رو بدم بهت. مثلا یک نکته گرامری رو یاد گرفتی و میخوای که خودت رو تست کنی ببینی که واقعا یادش گرفتی یا نه، میتونی به هوش مصنوعی بگی که راجع به این نکته گرامری یه سری سوال 10 تا سوال بهم بده، من میخوام اینا رو حل کنم، بعد جوابشون رو میدی، تصحیحت میکنه. واسه درست تر کردن جملات هم میتونی ازش استفاده کنی. میتونی یه سری جمله ناکامل بهش بدی و بگی که اینا رو تصحیح کن و برات هم سود داره که بدونی چرا جمله‌هات مشکل داشتن. ازش بپرس که در حالی که داری جمله‌هامو تصحیح می‌کنی بهم بگو که مشکلاتش چی بودن و دقیقاً دفعه بعد چیکار میتونم بکنم که دیگه این مشکل رو نداشته باشم. واسه توضیح دادن گرامر میتونی ازش استفاده کنی. میتونی یه سری جمله بهش بدی و بگی گرامر اینو برام توضیح بده. این جمله‌ها تو چه زمانی استفاده شدن. از این چیزا، از این سوالا میتونی ازش بپرسی. یعنی استفاده مثبت داره واقعا هوش مصنوعی اگه این کارا رو بکنی. ولی کامل مثلا زبان بذاری کنار و اینکه فقط بگی من از هوش مصنوعی میخوام یاد بگیرم، این عملی نیستش واقعا. من همین دارم بهت میگم که جای رابطه انسانی و صحبت با یک انسان رو نمیتونه بگیره. همین. نمیخوام بیش از این وقت ویدیو زیاد بشه. فکر کنم تا اینجا کافی باشه. امیدوارم که براتون سودمند بوده باشه. اگرم که دنبال یک معلم انسان هستین، من در خدمتتون هستم. میتونید با من در تلگرام در تماس باشین. من هم انگلیسی درس میدم و هم آزمون آیلتس. روز خوبی داشته باشید.